سلام، خوب هستین؟ من مهیاس هستم. قراره با هم دیگه این کتلت خوشمزه رو درست کنیم که خیلی متفاوته، با سبزیجات مختلف درست میشه و اینکه تخم مرغ نداره، مناسبه برای کسایی که وگان هستن. بریم با هم درستش کنیم. خب برای درست کردنش احتیاج داریم به هویج، فلفل سبز قلمی، لوبیا سبز، پیاز سیر، نخود فرنگی پخته، ادویه‌جات که شامل پودر سیر، تخم گشنیز، فلفل و زردچوبه و همینطور یه دونه سیب زمینی پخته. خب یه ذره روغن اضافه میکنیم و میذاریم که تفت بخوره. خب به این مرحله که رسید ما نخود فرنگی رو بهش اضافه میکنیم و بعد نمک، حدود 1 قاشق نمک و بعد زردچوبه، پودر سیر، پاپریکا و تخم گشنیز. شما میتونید به جای پودر سیر از خود سیر استفاده کنید. حالا نوبت اضافه کردن یکم حرارت بالا و بعد کمش میکنیم. خب دوستان یه ذره با اسپری بهش روغن میزنیم. خب دوستان شما پیازاتون رو تست کنید، اگه نرم شده خاموش کنید حرارت رو و بذارین کاملا خنک بشه. خب سرد که شد سیب زمینی رو کم کم بهش اضافه میکنیم. خب اینم از کتلتامون که گذاشتیم توی فریزر، قشنگ منجمد شده. شما میتونین هر زمانی که دوست داشتین این کتلتا رو توی ایرفرایر سرخ کنید یا اینکه توی روغن و یه ساندویچ خوشمزه باهاش درست کنید. برای ایرفرایر یکم سطح سبد ایرفرایرمون رو با اسپری روغن چرب میکنیم و کتلتا رو داخلش میذاریم. اگه دوست داشته باشین روی سطحش هم یکم اسپری میکنید و با دمای 180 درجه به مدت 15 دقیقه و یا بیشتر، اگه دوست دارید که ترتر بشه میتونید مثلا تا 25 دقیقه هم بذارید که بمونه. خیلی خوشمزه است، پیشنهاد میکنم حتما درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. ممنونم که همراه هم بودین. خدا نگهدار.